سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من یه حرفی بگم. مثلا من این چنل رو تازه زدم، الان چنل یوتیوبمه. حالا هرچی خوشحال میشم که با لایک کردن یا کامنت گذاشتن و ساب کردن، حالا چطور بگم، خوشحالم کنین، از من حمایت کنین، ویدیو یه لایک کنین دیگه، یه لایک کنین. برای شما یه کاری نداره، فقط دوبار میزنین، نه دوبار که نه، فقط میزنن یه جایی از صفحه و لایک میشه دیگه. ولی من اینقدر خوشحال میشم میبینم ویدیوم بازدید داشته، لایک گرفته. حالا بدون معطلی بریم برای گردونه دیل لگوریه، یه همون زیلات خودم. آقا برو بریم بزنیم که البته حرف خوبی نیست. آقا این زیلات همه تون مشاهده میکنیم و اکثرشون دارم، فکر نکنم بازی نمیدونم، ولی خب من یه بار اینجا زدم، این 10 تایه رو دادم. یه باری بزنیم همین اول کار، یه بار یه 1080 درجه میریم رو گان، میریم رو این، بعد زیلات میزنیم. برو بریم و 30 تا. یا خدا فکر مثلا من اینا رو زیلات برگشته بود خب به بازی، بعد من اینا رو زده بودم. حالا من حالا یه لحظه بذار این دور بره، همین تو شانسی زدم یا علیف یه لحظه رفت رو زیلات. من از همینجا رفرش دادم، از همینجایی که دارید میبینید رفرش دادم، اومد. یه باگ دیدیست. میریم رو ویوان هریس، یه چیزا میخوام بزنیم، نمیزنیم، بعد نمیزا میزنیم. نمیده بابا، یه جوری عقب جلو میکنه انگار میتیک داده. البته میتیکشو نمیده، ولی حیفم میاد 200. میریم رو اسکین اکتیویژن نامرد. تو رو خدا زودتر بده، نمیخوام میشه، خدا نه، یه خورده زودتر بده. سلام درجه سلام. یه بار این راه که گرفتیم دنس میزن. هی خدا، الان چند تا مونده؟ 1 2 3 4 تا مونده. میتونیم نگاه کنیم مثلا چند تا؟ نه نمیشه. 520 تا. نه یک لحظه رفت روی دیل. ولی نه 800 تا. نه تو رو خدا، من حیفم میاد بدم، من به زور بریم نگاه نکنیم. مثلا 800 تا برای یه دونه آخه چیز، 800 تا سیپی برای یه دونه همین کلیدی چیز. یو خدا، 800 تا فقط برای این، باورتون میشه؟ 800 تا برای همینی که میبینید. یا الان میده دیلو، این که چطور بگم، میره به چخ میره. مور 93 و انگار 94% امکان داره که اسکینو بده، که قطعا بده، و تا 6% امکان داره که دیلو بده، یا با همون 6% میده یا اینکه هیچ. اکتیویژن من نه به همین گز. بریم دیگه. نه
زلزلات یکی از آرزوهای من الان برآورده شد. یس الان میریم هم توی مولتی تستش میکنیم هم توی بتل اکتیویژن، ولی اصلا خوشم نیومده بود. 3000 تومان باگ موسیقی. آقا درخواست ندید، آقا جون نده. الان میریم توی مولتی تستش میکنیم. میذاریم بزاییم یا ابعاد فضل لباس الحسین یا اول فصل. نه ما زیلاتو میذاریم میریم روی زیلاتو انتقال میذاریم. نه این انتقال بذاریم خدا. حالا دیگه همه چیزشون میذارم دیگه. این 20 ساعت لعنتی 800 تا سیکون بسید. گل بزنیم خیلی گفتر برادر تا دیروز گفت خفم مفن گاد. البته نه دیگه یه بارده تو سکنه نه ول کن. آقا بریم توی مولتی تست کنیم. یا خدا نه آقا بریم که تست کنیم. عقاب کفتر عقاب بسن بچه ها اشک داره از که چشام میاد. اکتیویژن هیچ موقع به ما رو نیاورد. نگو آقا کنسل. من اشتباه اینو گذاشتم رو سیرت اند دیستروید، باید میذاشتم رو بیس. این بیس هست با اکتیویژن دیگه چه سوسوادیه شیشیدم بیش. بابا اما این عدد رو میذاریم. بابا بیا برو دیگه، من ویدیو میگیرم. اینو میذاریم. حالا کار جمعه ها. بابا اینا اینوایت میدن الان میان دیگه. برو اول اینو زیلات کاکا سالی خوب. حالا بریم بودو بینه. دوستان بازم میگم واقعا خواهش میکنم که این ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید، اگرم شد حتما چنل رو سابسکرایب کنید. واسه شاید برای شما یه کار ساده است ولی برای من اینقدر ارزش داره. آقا این بار اومد دیگه. آره خدا رو شکر. اول آقا نمیخوام. آقا زیلاتو بکش. یا علی مشتی کریم میکشی؟ کریم اما نه کریم که من ندارم. خدایا چرا من اینقدر نوبم؟ نایف میکنی کاکو. شیب بخور. مشتی میکنی نایف کنی زیلاتمو برداری. هم بذار بیت نایف کنی. یا علی یه دونه هیپ نخورد. یا زیلاتو بردار. اوه یا زیلات بردار. این یه موومنتی هست اینجوری میزنیم. یا علی میشه دمیزم کم بکنی. باتخه
آقا شما گذاره کنین 117 یا زیلات نمیدونم سطحش یا علی ای خاک دو سرت که نتونستی بزنی آخرشم اسمو باید عوض کنم بذارم میسالی به خدا باید میسالی بذارم اسمو اینجوری که من نیست بکشیم بیرون من یا علی یکی مینیگان کشیده حالا بیا اینو دمش کن بابا بخواب دیگه میسری داره میسشه چند تا کیل دادم هست کم دموده زیلوت کتونو به به باتم میکشه ما رو آیه حالا دنسشو نره اوه خدایی خوشگله نگیم اما این از مولتی بود که خیلی هم خوشگل بود بریم برابطه حالا ببینید بچه هارپوین خیلی طول میکشه حالا پلیر من انداخته بود از شانس بدمه هر موقع که من میومدم همش بات بود الان دیگه از شانس من اومده همه رو پلیر کرد باشتی زیلات بده ببینم آمو دیدم از این لیدر باردی ها تو سکنم بیاد برای اچس باده اچس باده سیه دونه عیونا باید هیچ کدومتون یعنی دیل کپی چهار دیگه آلسا حالا من سپیر نه این ترینینگ تو بطل هم تست کنیم ببینیم چطوریه ببینم داشتم و دارم عطت خوبی ریخته براش وای از هم روز همون که فلش میکنه نه از مولتی اومدم بطل بابا این نه مداخلت که نیست من چون نمیخوره به مولا خیلم بابا هد میزنم اماتون یه جوریه بذار من سنس هم گاتی شده گاتی پاتیه کوئی سنایپر اسکوچ یکی دو تا ببر بالا ببین همش داره میخوره دیدی البته چرا شما باید ببینید بعد من چون اتت برداشتم اصلا خودم استعداد ندارم تو اتت ریختن و میخنن و اینا ولی حالا اگه خواستین به شما اتت رو میدم آقا از همینجا بیا اتت رو برداریم نه اتت حالا میریم بیرون بهتون میدم اتت رو آقا یه بار دیگه این
دنسشو نگاه کنیم. کیل افکتشو ندیدم. یا علی شاید فکر کنی الان یعنی کسخلا نه بباشت. نه با ادب باش بودم. شما فکر کنی آخه برات چیز بازی میکنی، ولی بچه برای منی که هیچ نداشتم عالیه. the best first بس اتت واقعا فوق‌العاده‌ایه. خب دوستان فکر کنم دیگه داریم به انتهای ویدیو نزدیک میشیم. بعد دیگه بچه ها اینم از فول گردونه دیزیلات بود. دم کسایی که گرم تا آخر دیدن، تماشا کردن، ویدیو لایک کردن، کامنت گذاشتن. حتی میدونم این ویدیو حتی یکی دوتا هم بازدید نمیگیره. اساس کشتم ببینم از فایت های رو در رو باید من با دیلات یا علی پشما خودم ریخته. چطور دارم میزنم؟ آقا حالا طولش ندیم دیگه ویدیو رو. آقا دم کسایی که گرم که تا الان ویدیو دیدن، لایک کردن، کامنت گذاشتن، ساب کردن، حالا از این خیلی تو پرت بازیایی دیگه. ممنون میشم. یه بار دیگه میگم از سرتون رو در نیارم. یه بار دیگه میگم خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بزنید، ساب کنید حالا اگه دوست داشتین از ویدیو. فعلا تا ویدیو بعدی